برادران عزیز به کانال ما ابونه شوید و از سخنهای حاجی میرزا با خبر باشید. چهارم، یک نفر را مجبور کردند که در کاغذ نویسد که زنم 3 طلاق. آیا زن طلاق شد یا نشد؟ خب یک نفر را مجبور کردند که بگیر، قلم بگیر، در همین ورق بنویس که زنم 3 طلاق. همیشه زنش 3 طلاق می شود یا نمی شود؟ نه، طلاق نمی شود. اگر وقتی وای میگوید که می نویسد 3 طلاق، به لفظش نگوید طلاق نمی شود. اگر به لفظش گوید که زنم 3 طلاق بعد نویسد، زنش 3 طلاق می شود. لیکن به لفظ نگوید، به زبان نگوید و فقط به قلم نویسد، زنش طلاق نمی شود. خب شخص گوید که اگر ای زنک خانه پدر و مادر تو را برم، تو به من طلاق، چی باید کرد؟ او رود، طلاق می شود. چیکار کنه؟ مقصد اگر گوید که زنک من تو را اگر خانه پدر و مادرت برم، تو به من طلاق، میلش راهی نجات همین است که خودش نمیبرد و دیگر کس میبرد. وای در حالت گفتن این را ایستاده برد که اگر خودم برم تو طلاق، پس با واسطه دادرش است، پدرش است، اکش است، روانش میکنه، طلاق نمیشه. خب ششم، زن میتواند که برای دعوت به محله رود. مثلا ما دعوت میریم، هر جایی که دعوت من میکنن، چی هر گونه معرکه هایی که هست، مثال میریم در اونجا مردم دعوت میکنیم به خدا پرستی و خدا ترسی. آیا زنها میتوانند که همین خیل دعوت ها روان میگویند؟ بله میتوانند، فقط مسافه سفر نباشه میتوانند که رفته دعوت کنند. مثلا زنها در دوره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نمازها می آمدن، اشتراک میکردند. در روایت ها میگوید که حضرت عمر من ساختند به خاطری که زمان کمی فساد شده بود. خب با روایت حضرت عایشه. لیکن اگر این زمان ما را هم عایشه مادرمان اگر حیات میشد، هر آینه اجازت میداد که زنها رفته در بین زنها از خدا و از پیغمبر او صحبت کنند. زیرا امروز همه ما و شما میدانیم که زنها از خدا دور شدن. اکثریتش که زنهای با توفیق و خدا ترس هست، لیکن اکثریت اونا از خدا دور شدن، با عبادت خدا نزدیک نمیشوند. گوییم که احکام و ارکان خدا را نمیدانند و هیچ شرایطی نیست که برای اونها موعظه کرده شود. مقصد در مسجدها اونها را اجازت نیست آمدن. و این خاطر اگر زنهای دعوتگر باشند و رفته محله به محله یا خانه به خانه اونها را دعوت کنند، انشاءالله درست است و ثواب خیلی کلان میگیرند. اگر کلاه از سر افتد وقتی نماز چی باید کرد؟ مثلا در مسئله میاد که تاقیه که بالای سر داریم در حالت نماز اگر از سرمان افتد، با یک دست اگر علاجش باشد در سرمان میگذاریم، اگر با 2 دست علاجش باشد نمیگذاریم، همون سر لیچ خواندن میگیریم. 8م سوال، آیا حج اکبر میگویند یگان اساس دارد یا ندارد؟ حج اکبر میگوییم، ما و شما میگوییم که این سال حج اکبر است. همین اساس ندارد برادر عزیز. از روی کتاب ها اساس ندارد. به چی اساس ندارد؟ مثلا سوره توبه، در سوره توبه حج اکبر آمدگی است، حج اکبر. لیکن خدا رحمت کنه حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت عمر، حضرت زبیر، حضرت عباس، همه اینا به این رفتن که این حج اکبری که خدا در سوره توبه گفته است، این روز عرفه هست، اما روز 9 ذوالحجه را در نظر دارد. و ابن کثیر رحمت الله علیه که تفسیرش مشهور در روی دنیاست، میگه این حج اکبری که در سوره توبه آمده است، این روز 10 ذوالحجه روز ذبح در نظر دارد. به این خاطر اکنون همون گویم عقیده عوام الناس، مردم عوام، وقتی که پیغمبر خدا سالی که حج رفتن روز جمعه در عرفه آمده بود، به این خاطر گفتن هر سالی که عرفه در روز جمعه آید حج اکبر است، لیکن اساس ندارد، این هیچ معنی ندارد. با خاطرتان می‌آورم که ما سایت گشادیم با نام